بچه‌ها سلام. امروز من برای بررسی اکانت جدیدم، پس چنل منو ساب کنین و این ویدیو رو لایک کنین تا بریم برای بررسی اکانت با شما. بچه اولین چیزی که نظر منو تو این اکانت جلب کرد ستای بازیه که ستای قدیمی بازی، ستای کامل BTS. نگاه کنین الان اینجا ست کامل BTS رو داره، ست پادشاهی رو داره دیگه، ست نظامی رو کامل داره، خیلی چیزا داره. مثلا ستای قدیمی، مثلا این ست هم داره، ستای قدیمی بازی هم داره بچه. مثلا اینجا رو نگاه کنین، اینا الان ستای قدیمی بازی هم دیگه. مثلا نگاه کنین اینو، الان مثلا اینا خیلی قدیمی هم. یا مثلا اینا آره بچه اینا خیلی قدیمی هم. شلوارش هم خوبه بچه، زیاد بد نیست، خوبه، خوشم میاد. کفشش هم همینطور. بچه دومین چیز دنسای بازیه که دنس قلب و دنسای زیادی هم داره که خیلی از دنسا رو نذاشتم چون جا ندارم برای اینا. خب بچه فکر کنم این اکانتی که من خریدم اصلا بویا پس نداره و چند روز بعد باید یه دونه بویا پس برای این اکانت بخرم. بویا پس این سیزن رو میگیرم دیگه بچه، مجبورم چون اصلا بویا پس نداره. خب بچه سومین چیز کیفای این بازیه که خیلی خوبن. کیف BTS هم داره که من نذاشتم، چترای بازی. بله موسیقی این بازی هم هست که یکی از موسیقی های جذابش موسیقی 2022 که خیلی باله. خب بچه همینطور که میبینیم ماشین BTS هم داره، خیلی جذابن بچه. چهارمین چیزم تو این اکانت اکس پروفایلاشه که اکس پروفایلای قدیمی هم داره. مثلا اینجا نگاه کنید، این هست. بله اینا رو داره، ولی من از یه اکس پروفایلی که تو این اکانت خوشم اومد اینه که خیلی خوشم میاد ازش. خب بچه این ویدیو هم به پایان رسید. ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. تا ویدیو دیگه، خداحافظ.